خار کردن دستای کشتیگیری ژاپن. از آرنج دستا رو گرو میگیره، فشار میاره و باور کنید کشکار خیلی خوب تا به این لحظه در مقابلش دفاع کرده. باز هم حملات پی در پی کشتیگیر ژاپن داره خطرناک میشه. نباید بذاره که کمرگیری کنه، از همونجا میره که پل بزنه جانم به این سوبلس چارمچی ازی زیبا و حریف رو تومه خودش میکنه در حالتی که داشت حمله میکرد. کشتیگیر خوب ژاپن نشون میده که او یک شیرازی کشتی بلد و فنیه. 9-2 تلاش برای جبران و هر چقدر خوب و فنی بود کشتیگیر ژاپن، این کشکار بود که تونست بهتر از اون ظاهر بشه و برد شیرین برای دلاور شیرازی ما. شایسته احترام این نسلشی که کشتی ما مهدی کشکار چقدر قشنگ کشتی گرفت. به شایستگی دستش هم باید به عنوان فرد پیروز بالا بره. واقعا بهش تبریک عرض میکنیم، عالی بود دلاور دارابی.